سلام دوستان، امروز اومدم طریقه نصب برنامه اوکم پرو رو بهتون آموزش بدم زیر 1 دقیقه. من دوربینم رو روشن کردم، سیم کارتم هم داخلش گذاشتم، یه بسته اینترنتی هم برای سیم کارتم گرفتم و مطمئنم که سیم کارتم فعال هستش. میرم تو برنامه اوکم پرو. من برنامه اوکم رو نصب کردم رو گوشیم، ولی شما باید اولش برید جیمیلتون رو بدین، یه کد روی جیمیلتون میاد، اون کد رو روی برنامه اوکم میزنید و وارد این قسمتی میشید که الان میبینید. به علاوه بالا سمت چپ رو میزنم. Powered on the و این device. دوربین Scan باز the میشه، QR code on the کد روی device. دستگاهمو با این دوربین میگیرم. این QR Insert the کدم، SIM card کارت into رو the وارد device and کردم. click. بعدی Please turn on the power switch of the device. Press and hold the reset button on the. بعدی قبل اینکه دوربینتون رو روشن کنید اول سیم کارت رو بعد تو دستگاهتون بذارید، بعد دوربینتون رو روشن کنید. حالا منتظر میمونیم این 3 تا گزینه تیکش آبی بشه. دسترسی دوربین تیکش آبی شد، ثبت نام در سرویس هم تیکش آبی میشه. دوربین را به برنامه متصل کنید. این 3 تا فعال شدش، یعنی تیکش آبی شد. دوربین روی برنامه‌تون میاد بالا. شروع و امتحان رو میزنم. شروع امتحان دوباره الان اینجا اضافه شد. آنلاین بالاش زده آنلاین. این دوربین منه. اینم تصویرشه همینجور که میبینید. گزینه‌های مختلف هم داره. شما میتونید از انتقال مکالمه 2 طرفه استفاده کنید، آژیر دزدگیر و گزینه‌های دیگه. فارسی بذارین که براتون راحت باشه از برنامه استفاده کنید. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.